بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و عزیزان همراه، خوبان عضو کانال اخبار سوریه. امیدوارم خوب باشید و هر کجا هستید روزگار به کامتون باشه. از اینکه اینجا هستید و حضور دارید و ما رو دنبال میکنید سپاسگزارم. خدا بهتون سلامتی و طول عمر و توفیق با عزت بده و انشالله که با شامگاه پنجشنبه رو پشت سر بگذارید با خوبی و خوشی و هر کجا هستید این روزهای خوب و به بهترین شکل ممکن ادامه بدید و انشالله که هرچه خیر امت و ملت و شما هست پیش بیاد. عرضم به حضورتون همونجوری که وعده داده بودم و همونجوری که قول داده بودم، عرضم به حضور شما گزارشی رو در خدمتون خواهیم بود در مورد تحولات سوریه. و حال اینجا کانال اخبار سوریه بود و بعد از چند سال خاموشی جبهه‌ها در سوریه علی‌ظاهر از بامداد چهارشنبه و با حمله هماهنگ گروه‌های تکفیری مورد حمایت ترکیه جبهه‌ها شعله‌ور شده، جنگ شروع شده و هدف اردوغان هم از قرار معلوم اشغال حلب هست. شاید در کانال‌های دیگه در جاهای دیگه از ریز تحولات باخبر شده باشید که حالا کجا اشغال شده، کجا اشغال نشده، کجا رو تصرف کردن تروریست‌ها. من کاری به کار اینها ندارم. به هر حال فعلا میخوام یک چیز دیگه خدمتتون بگم و یک تحلیل عمیق‌تر و دقیق‌تر و بنیادی‌تر رو خدمتتون ارائه بدم و نگاهی داشته باشیم به پشت پرده این تحولات که ترکیه علی‌ظاهر به عنوان مجری در حال کار و در حال عملیات هست. من واقعا خیلی فکر کردم که از کجا شروع کنم و به کجا ختم کنم و چقدر حرف بزنم، چقدر صحبت کنم و همین الانم که دارم صحبت میکنم خدمت شما و این فایل رو ضبط میکنم، حقیقت رو بخواید دچار یه سردرگمی شدم که از کجا شروع کنم، چون که این تحولات اینقدر در هم تنیده و پیچیده است که آدم حیرت زده میشه و یک نوع غفلت و خواب‌آلودگی که با اون دست داد. بس من برمیگردم به سال 2020 و اسفند سال 1398 تقریبا که بخشید 1398 2019 و که موقعی که دیگه عملیات ها در سوریه علی‌ظاهر به پایان رسیده بود، سراقب سرار شد و آقای اردوغان بود و رفت مسکو و با پوتین مصاحبه گفتگو کرد و یک آتشبسی برقرار شد که بر مبنای اون آتشبس قرار شد یک ترتیبی در مذاکرات داده بشه، بزرگراه M4 از لاذقیه به سمت حلب بازگشایی بشه، تروریستا تکلیفشون مشخص بشه و به یک نوعی یک تصفیه سیاسی صورت بگیره در سوریه بر اساس مذاکرات آستانه و اون راهکار آستانه یا اون چارچوبای قانون اساسی. در ماهای گذشته به هر حال ما شاهد برخی تحولات در این زمینه هم بودیم که آخرین جلسه‌اش همین 3-4 هفته پیش در آستانه برگزار شد. در طول این دوره به اون اجلاس سران به قول معروف ضمانت آستانه که شامل ایران و ترکیه و روسیه بود، بارها در ترکیه، ایران و روسیه برگزار شد و سران هر سه کشور به هر حال اومدن صحبت کردن و حرف زدن. ولی من نوعی کسی که از سال 2000 تا الان، حالا از روزی که به هر حال به صورت رسمی خبرنگار شدم و دو حوزه بین الملل حالا دبیر سرویس چند تا روزنامه مطرح اون موقع هم بودم و کار میکردم و تحولات از نزدیک بررسی میکردم. به هر حال به اندازه سن خیلی از شما دوستان من کار خبرنگاری کردم و به اندازه سن خیلی از اینهایی که حالا کانال دارن به من فوش میدن هم تو کانالاشون و مدعی همه چیز دانی هستن و یه تیکه از مطالب منو برمیدارن و فوش میدن. خب اندازه سن اونا من کار کردم، نوشتم و حالا طرف متولد سال 80، من از سال
80 شروع کردم به کار خبرنگاری رسمی و تحلیل کردن و از اون موقع هم تحلیل می‌کردم، نه اینکه خبر می‌نوشتم. از اون موقعی که من یادم که اردوغان اومد و بارها در این کانال هم توضیح دادم، جاهای دیگه هم نوشتم، اردوغان آدم منافق، آدم خائن، آدم درو، آدم شیاد، کلاهبردار، مزدور، وابسته و آدم بی همه چیزی هست که بی همه چیز صفتی هست که من به اخوانی ها میدم. اردوغان مزدور انگلیس هست و افسر رابطش هم سفیر قبلی انگلیس در آنکارا بود که بعد شد رئیس MI6 و همین الان هم در بین آنکارا و باکو و لندن و اینور اونور در رفت آمده و بسیاری از فتنه‌هایی که در منطقه میشه خود این رئیس MI6 مدیریت میکنه و اردوغان هم به عنوان بخشی از این تحولات داره عمل میکنه. شاید خیلی ها در ایران امیدوار بودن که و حتی در روسیه، حالا ایران که کاری نبود، در روسیه امیدوار بودن که بشه با اردوغان بازی کرد، استفاده کرد و کار رو پیش برد. اما به نظرم روس‌ها هم میدونستن و میفهمیدن و تا جایی که من با دوستانی که روسی میدونن و ترجمه میکنن در ارتباط هستم و تحلیل میکنن و به من میگن، خیلی از رسانه‌های روسی، مقامات روسی هم دیگه اردوغان و ترکیه رو میشناسن که چقدر منافقه و آخرین بارش گفتگویی بود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با روزنامه حریت کرد و اونجا گفت که ما از درویی و نفاق ترکیه حیرت زده ایم که از یک سمت ادعای دوستی و روابط، گسترش روابط با ما رو داره، از یک سمت دیگه داره به اوکراین اسلحه و خودروهای رزمی میفرسته و داره اوکراین رو تقویت میکنه. به هر حال اردوغان به عنوان کشور عضو ناتو، به عنوان نیروی انگلیس، به عنوان یک اخوانی، هیچ عنوان نمیشه روش حساب کرد و من هیچ وقت روی حساب نمیکردم. و موقعی که شما برید در کانال، پس از اینکه عملیات آزادسازی سراقب حالا به نتیجه رسید و اونجا یک جنگ شدیدی درگیر در سراقب که ارتش ترکیه شکست خورد، من یادم نوشتم یا گفتم این رو که اونجا صحبت کردم، گفتم کینه اردوغان کینه شتوریه و کینه شکست و از دست دادن سراقب رو به دل داره و یک روزی دنبال بازپسگیری سراقب. در سال 2012 2013 فکر کنم بود، 2013 بود که اینا اومدن سراقب و تروریستا گرفتن. ارتش ترکیه با به استعداد 2 گردان نیروی پیاده و 1 گردان توپخانه به کمک تروریستا اومد. یعنی موقعی که اینا سراقب رو گرفتن، چون که سراقب نقطه گلوگاهی است که هم M4 و هم M5 و بزرگراه‌های لاذقیه حلب و حلب دمشق رو به هم ربط میده دیگه. خود تو سراقب هستن که اینا به هم پیوند میخورن و سراقب شهر استراتژیکی است اونجا و خود ارتش ترکیه اونجا مداخله کرد اون موقع که این شهر رو گرفتن و اشغال کردن تروریستای تکفیری. و امروز هم که اون اتفاق افتاده، باز ارتش ترکیه داره مداخله میکنه که در ادامه این گزارش خدمتتون میگم. خب تو این 4 سال اردوغان و قطر در حال تقویت تروریستا بودن. زلزله 2 سال پیش ترکیه و سوریه خسارت‌های بسیار سنگینی به این مناطق وارد کرد و در حالی که ترکیه در اقتصاد نیمه ویران خودش و نیمه خراب خودش و تقریبا از هم پاشیده خودش درگیر بود و با سقوط روزانه لیر، مشکلات اقتصادی، فرار سرمایه، شکاف اجتماعی سیاسی روبرو بود و نمیتونست در داخل خودش رو بازسازی کنه، به هر حال مشخص بود که در ادلب و مناطق غربی حلب و جایی که تروریست‌ها حضور داشتن اوضاع خیلی خراب‌تر باشه و خیلی از کسانی که در این مناطق در زیر آوار موندن هیچ وقت بیرون کشیده نشدن و جبهت النصره و دیگر گروه‌های تروریستی وابسته به ترکیه که در افرین و در شمال حلب حضور دارند، به هر حال به عنوان بخشی از سیستم امنیتی و سیستم نظامی ترکیه عمل می‌کردند و در اینجا ما شاهد حضور 60-70 هزار نفر تروریست چند ملیتی بودیم که حالا خیلیشون یا خانواده‌شون آسیب دیده بودن یا ندیده بودن. به هر حال تو این مناطق بعد از زلزله وضعیت اقتصادی و معیشتی به شدت بحرانی شد. خیلی خونه‌هاشون از دست داده بودن. حالا اونایی که اونجا بودن خیلی شغلشون و کارخونه‌شون و زمین‌هاشون آسیب دیده بود
همه چی از دست داده بودن و مسلم بود که جبهه النصره نمیتونه کاری واسه اینا کنه و مسلم بود که القاعده با توجه به مشکلات و شرایطی که داره نمیتونه کاری کنه. از طرف دیگه در طول 6 ماه گذشته 6-7 ماه گذشته به دلیل هم مشکلات اقتصادی که ترکیه داشت و به دلیل برخی شرایطی که خود قطری ها داشتن، مسائلی که قطری ها داشتن، ورود پول به ادلب کم شد و این باعث شد که در کانال ما کار کردیم یا حقوق تمام افراد نظامی و کسایی که در خدمت القاعده بودن در ادلبستان القاعده نصف شد، به جز کسایی که در سیستم امنیتی جولانی کار میکردن و اونجا خدمت میکردن. بقیه همه اوقات نصف شد، مزایا نصف شد و اصلا یه شورشی اونجا در گرفت و بارها راهپیمایی و سر صدا شد. خب در این وسط بعد از این عملیات ها و جنگ هایی که در منطقه ما شاهدش بودیم و درگیری که بودیم، یک سری حوادث دیگه روی داد و این حوادث پس از حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و شهادت فرماندهان حزب الله و رهبران حزب الله به یک نوعی باعث شد تا ما شاهد فعال شدن جبهه سوریه باشیم. بودن 2 ماه خورده پیش تو شهریور ماه اگه یادتون باشه این تروریست ها اواخر شهریور شروع کردن به حرکت کردن و در مهر ماه و حالا کمی قبل از، من توی کانال نوشتم، کمی قبل از حمله آمریکا و شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، من نوشتم که اینا قرار بود که همزمان با این حملات حمله کنند به مواضع ارتش سوریه و روسیه در اون منطقه و خب تبلیغ میکنن که ایران هم اونجاست، ولی خب ایران واقعا تو مناطق حضور نداشت، اصلا تو خط مقدم هیچ ایرانی نبود، اصلا نیروی مستشاری ما مثلا می‌ذاشتن 500 پادگان ایران تو سوریه داره، به قول یکی از بچه‌ها میگفت ما اونجا 500 تا نیرو نداریم، حالا متحدین ما هستن ولی خودمون اونجا نیستیم. خب از همون موقعی که اینها تحرک کردن و حالا نیروی هوایی روسیه به سوریه اومدن تحرکات اینا رو زدن و مواضع اینا رو زدن، به یک نحوی فکر کردن که بعد دیگه تموم شد و جنگ خوابید و اینا شکست خوردن، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی من شک داشتم، بعید میدونستم که این تموم شده باشه. خب در این میان با توجه به نیاز آمریکا جهت درگیر کردن مداوم محور مقاومت از غزه به لبنان، حالا در سوریه و بمباران هایی که صهیونیست‌ها در سوریه در طول این چند وقته کرده بودن و تهدیداتی کرده بودن، من به شدت نگران جنگ بودم و در 2-3 گزارشی که از تحرکات آمریکا نوشتم این رو تاکید کردم که اونها در سوریه دست به تحرک خواهند زد و نباید اینا رو بگیریم. 4-5 سال اردوغان تروریست‌ها رو مسلح کرد، تجهیز کرد، آموزش داد، نیروهای جدید به اینا تزریق کرد، امکانات جدید بهشون داد، تجهیزات جدید بهشون داد و این بار اینها رو برد در پادگان‌های خودش. یعنی در چند ده پایگاهی که در شمال و شمال غرب سوریه داره، ببینید در غرب حلب داره، تروریست‌ها این بار رفتن در پادگان‌های سوریه و پادگان‌های ترکیه و اونجا مستقر شدن، اونجا شروع کردن به دریافت تسلیحات و تجهیزات و آموزش و در همین زمان ترکیه با استفاده از هیئت‌های امنیتی که میفرستاد گروه‌های مسلح جدا رو بعضی‌هاشون حذف کرد، بعضی‌هاشون ادغام کرد، بعضی‌هاشون گرفت و یک نیروی یک پارچه دیگه‌ای درست کرد که کاملا بتونه در وقت مقتضی در خدمت اینها باشه و از طرف دیگه جولانی هم 100% در خدمت سیستم امنیتی ترکیه و آمریکا و انگلیس قرار گرفت. شما دیدارهایی که جولانی با افسران اروپایی در ادلب داشته رو گزارش ما 1-2 سال پیش نوشتیم و این ارتباطات همیشه وجود داشت و این بار آمریکا هم پاش رو کشید وسط و آمریکا هم وارد شد و من معتقدم که پشت این اتفاقات اخیر سوریه خود آمریکایی‌ها هستند از یک جهتی و از جهت دیگه اردوغانی که با رأی آوردن ترامپ احساس میکنه که فضا و میدان بیشتری برای فعالیت داره. خب میدونید که اردوغان بعد از رأی آوردن ترامپ با دمش گردو میشکنه و باش صحبت کرد و این تحولات رو نمیشه از اون دور داشت، از رأی آوردن ترامپ و اینکه اردوغان تلاش میکنه تا در تحولات آینده یک فضایی برای فعالیت داشته و یک برگه‌ای برای معامله داشته باشه. این یک سمت قضیه است. یک سمت قضیه
برمیگرده به تحولات اوکراین و روسیه. به هر حال روس‌ها در سوریه فعال هستند و در طول ماه‌های گذشته تصاویر و ویدیوها و گزارش‌های بسیاری از فعالیت افسران اطلاعاتی و نظامی اوکراینی در سوریه وجود داشت که حتی حملات منظمی رو علیه نظامیان و پایگاه و مقرهای روس‌ها انجام داده بودند. با توجه به عملیاتی که مزدوران ناتو در کورسک کردند و به هر حال یک پیشروی رو در داخل خاک سوریه روسیه به جهت همه چی پس پیش ببخشید خودتون اشتباهات لوپی رو فراموش کنید و گیر ندید. حالا ببین فلانی فلان چیزو گفته و میری یکی چیز در میاره میگه اشتباه لوپی زیاد میگه. من خب چیز یادداشت که نکردم، من فی‌البداهه دارم اینا رو خدمت شما میگم، مثلا نه روی نوشته‌ای میخونم نه رو چیزی میخونم، همش فی‌البداهه است و ذهنی دارم خدمتتون میگم، البته بعد از مطالعات خیلی مفصلی که داشتم. حالا خدمتتون دارم عرض میکنم. خب بعد از این داستان در کورسک و اون تاکتیک مشغول کردن ارتش روسیه در یک جبهه دیگه، خب این تاکتیک شاید در سوریه هم قرار بود استفاده بشه و به یک نوعی آمریکایی ها و صهیونیست ها و انگلیسی ها به عنوان مدیر میدان وارد شدن که ارتش ترکیه تروریست ها رو وادار به حمله کنن، مسلح کردن، مجهز کردن، اصلا با تسلیحات عجیب و غریبی اینا رو مجهز کردن و به صورت گله‌ای رو حمله کردن در یک محور به سمت مغازه‌ای که ارتش سوریه خب انتظارش نداشت. همین 4-5 روز پیش بود که اردوغان با پوتین صحبت کرد و در مورد حتی اشتیاقش برای دیدار مجدد با کی گفت، با آقای اسد گفت و مسلم و مشخص بود که روس‌ها به نوعی در خواب خرگوشی و این لالایی که اردوغان براشون خونده رفتن و کلاه سرشون رفته. اینجا هم درگیر کردن ارتش سوریه در یک جبهه جدید برای تخلیه دیگر جبهه‌ها، با توجه به اون صحبتی که چند ماه پیش و چندین بار ما کردیم که صهیونیست‌ها احتمالاً قصد دارن از داخل خاک سوریه وارد لبنان بشن و شما کلاه آتش بس موقت در لبنان سرتون نره. من بعید می‌دونم این آتش بس پایدار بمونه، مداومت داشته باشه. به هر حال یک اتفاقی افتاده و یک جنگی شروع شده و اینها رو من همه به هم مرتبط میدونم، به هم ارتباط دارن. این تحولات منطقه و تحولات جهان همه به یک نوعی مانند یک پازل باید کنار همدیگه چیده بشن که شما بتونید این یک خروجی خیلی قشنگی از این بگیرید. خب اردوغانی که در داخل ترکیه یک وضعیت بغرنجی داره، در یک داخل ترکیه مسائل و مشکلات زیادی داره و نیاز به یک فرافکنی داره و اون روز هم اومده بود گفته بود که ما یک کمربند امنیتی از مدیترانه تا مرز ایران رو ایجاد خواهیم کرد. اون بلوفایی که همیشه معمولا ترکا میزنن و چرت و پرت زیاد میگن، دریوری زیاد میگن و اینها خرابکاری هاشون همیشه وجود داشته و بلوفاشون هم همیشه وجود داشته. ولی خب تروریست‌ها حمله کردن و اکثریتشون هم جالبه که تروریست‌های چند ملیتی هستن، یعنی عناصر عموما ترک تبارن، یعنی 90% عناصری که در این حملات شرکت کردن اویغورای چین هستن، ازبک‌ها هستن، قزاقستان هستن، تاجیک‌ها هستن، ترکمن‌ها هستن، چچنی‌ها هستن، چرکس‌ها هستن، خود ترک‌های ترکیه هستن، یک مقداری عرب‌ها هستند، عرضم به حضور شما پاکستانی‌ها هستند و عرب‌های حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه. همه و همه تقریبا 90% ترکیب تروریست‌ها رو ترک تبارها تشکیل میدن و به یک نوعی ما یک ارتش تروریستی ترک تبار داریم که دارن در ادلب برای اردوغان میجنگن و قراره که براش حلب رو دوباره تصرف کنن. اون که آرزوی نماز خوندن در مسجد اموی دمشق رو به گور برد، ولی حداقل بتونه در اون مرداب‌های جنوب غرب حلب به یک نوعی دوباره بشینه دست و پاشو بشوره و دارکت نماز زورکی و دزدکی بخونه. اما چه اتفاقی خواهد افتاد در مرحله بعدش؟ خب جنگ با غافلگیری ارتش سوریه که اصلا فکرش هم نمی‌کرد، با توجه به تضمین‌هایی که وجود داشت، روابطی که وجود داشت، مسائلی که وجود داشت، این حمله صورت بگیره و به یک نوعی زیر پا گذاشتن توافق مسکو بود که اونجا اردوغان تعهد داده بود که جلوی اینها رو بگیره و درگیر نشه و حتی پادگان‌ها و پایگاه‌هاشو درست کرده بود که دیگه درگیری نشه، ولی از این پایگاه‌ها به سمت مواضع ارتش سوریه و روسیه هجوم بردن و
خب کلی هم روس کشته شد، ارتش سوریه طبق معمول در رفت. ما اینجا رو با زحمت و با مصیبت گرفتیم و تعبیر ارتش بی ارزه سوریه دادیم که ارزه هیچ دفاع و ارزه هیچ کاری رو نداره، ارتشی که وضعیت خیلی بغرنجی داره، نیرویی که $50 توی ما حقوق میگیره و به زور سر پا هست و در این فشارهای اقتصادی و در این بحران اقتصادی جهانی روس سوری ها واقعا فشار روشونه. تروریستا خودشون به شدت فشار روشونه، نیاز به فرافکنی جدید داشتن، یا باید اونجا با هم می‌جنگیدن یا باید به ارتش سوریه حمله می‌کردن و یک رویه‌ای می‌گرفتن، یک اتفاقی می‌افتاد. از طرف دیگه وضعیت اردوغان خدمتتون گفتم، وضعیت رژیم صهیونیستی رو خدمتتون گفتم و حتی تماس‌هایی که بین صهیونیست‌ها و تروریست‌ها برقرار شده بود، اینها رو اون دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی ضبط کردن. اینها اومدن حمله کردن و هدفشون هم حلبه. همه میدونن که دنبال گرفتن حلبن، خان الاسد رو گرفتن، انجاره رو گرفتن، کلی روستاهای دیگه رو گرفتن و 300-400 کیلومتر مربع رو اشغال کردن. سراقب داره تهدید میشه، داره تخلیه میشه و با این وجود به سمت جنوب حلب دارن میرن، جاهایی مثل خانتومان و الحاضر که اونجا ما چقدر تلفات دادیم، چقدر شهید دادیم تا از دست تکفیری‌ها گرفتیمش. برخی از دوستان میگن اگر اینها موندن دیگه نمیشه اینا رو عقب زد. بله واقعا نمیشه عقب زد. از طرف دیگه پشتیبانی هوایی کافی از نیروهای ارتش سوریه نمیشه و اینها نیومدن و در طول این مدت زمانی که حضور داشتن خطوط استحکامات تدافعی درست کنن و همیشه معتقد بودن که بله اینا هستن که دوباره به ادلب حمله میکنن و هیچ وقت نمیدونستن ده هزار تروریست، یعنی دقیقاً 100,000 تروریست تکفیری چند ملیتی در ادلب کوچولوی 4-5 هزار کیلومتر مربعی حضور دارند و به شدت اینها دارای هیجانات تخلیه نشده 4-5 ساله‌ای هستند و هر لحظه ممکنه اونجا منفجر بشه و به اینا هجوم ببرن. از طرف دیگه نه تنها جبهه النصره یا القاعده در این حملات حضور داره و مشارکت داره، خود تروریست های وابسته به اون ارتش آزاد و نمیدونم دولت ملی و نمیدونم فلان و جبهه مجاهدین مثل احرار شام و نمیدونم اون چه بهش بودن لشکر حمزه و فرقت سلطان مراد و سلطان سلیم و سلطان فلان و سلطان سلیمان و اینا که به هر حال وابسته به ترکیه هستن، همه تو این حمله حضور دارن و مشارکت دارن و جالب به شدت مسلح آموزش دیده با تمام تجهیزات ارتش ترکیه. شما اینا رو نگاه کنید فکر کنید ارتش ترکیه حمله کرده، تمام تسلیحات ناتو رو بهشون دادن و معتقد هستم که آن پول هم آمریکایی ها داده و پول هم آمریکایی ها تزریق کردن که این جبهه باز بشه. حالا جبهه شکافت شده و با توجه به اینکه به هر حال میدون مین نبوده، خندق نبوده، خط دفاعی 3 و 4 و 5 نبوده، همینجور شهرها و روستاها یکی دارن سقوط میکنن و از نیرو هوایی هم کاری بر نمیاد. اینها در موضع هجوم هستن، تعدادشون حداقل 3-4 برابر نیروهای ارتش سوریه در این محدوده است. ارتش سوریه نیرو امکانات برده، تجهیزات برده، ولی خب تا بخواد ببری و اونجا رو پس بگیری طول میکشه. ولی اردوغان یک اشتباه بزرگی کرد و فکر میکرد که با استفاده از این عناصر تکفیری میتونه حلب رو بگیره و یک برگه‌ای داشته باشه که دوباره بخواد بجنگه. ولی خب حلب علالقاعده سقوط نخواهد کرد. مناطقی در غرب و جنوب غرب حلب سقوط کرده و خواهد کرد و مناطق بالا دیگه هم سقوط میکنه. تروریست‌ها تلفات خیلی زیادی دادن در حملات هوایی، چون که اینها دارن آشکارا حرکت میکنن، تحرک دارن و تا تو پایگاه‌های ترکیه بودن آسیبی نمیدیدن و حتی من در خبری خوندم که در یک نوبت ارتش سوریه اومده پادگان‌ها هم زده. تعداد تجهیزاتی که به دست اینها افتاده اصلا چیز زیادی نبوده و نشون میده که ارتش سوریه در این محور اصلا نیرو امکانات زیادی نداده. کلا شاید بگم 20 تا 25 تا تانک و زره‌پوش همین چیزی فکر کنم تا جایی که من تو گروه خود تروریستا دیدم دستشون افتاده. ارتش سوریه تلفات چندانی هم نداده و یا میگم نیرو نداشتن واقعا در این محور و امکانات نداشتن چندان. اینجا خیالشون مثل اینکه راحت بود، اصلا مهمترین جبهه غرب حلب بود دیگه، تا این اندازه بی‌دفاع راهش کرده بودن. تروریست‌ها میگفتن ما حمله کردیم به ایرانی‌ها و نمیدونم به فلان، ولی هیچ ایرانی نبود و این سردار بزرگوار آقای هاشمی هم که اونجا شهید شد، سردار اگه اشتباه نکنم هاشمی هم که اونجا شهید شد، ناشی از همین چیز بود دیگه، ناشی از حضور سردار پورهاشمی
که در اونجا شهید شد، بنده خدا در حلب بود، از مستشاران ارشد ما بود که سالا اونجا داشت حضور داشت، رفته بود که مدیریت میدانی کنه. برخی میگن در حمله پهبادی رژیم صهیونیستی شهید شده و حالا خود تروریست‌ها معتقدند که در درگیری‌ها و در حمله شهید شده. رفته بود اونجا کمک مستشاری کنه، خطوط رو منظم کنه، خطوط رو مهیا کنه. ما اونجا نیرویی نداشتیم و تا الان هم اینا نتونستن ثابت کنن که ما نیرو در اونجا داشتیم. اگر حداقل ما نیرو داشتیم، نیروهای ما معمولا اهل ایستادگی و اهل پایمردی هستن، اهل فرار کردن و در رفتن نیستن. و خود روس‌ها که تلفات زیادی دادن خیلی شاکیان، خیلی به هم ریخته هستن، خیلی هم عصبانی هستن. خود روس‌ها و من عرضم به حضور شما این مسائل رو که گروه‌ها و کانال‌های روسی که دیدم و اظهارات دیدم به شدت شاکی بودن. شایعی شده بود که آقای اسد پا شده رفته مسکو، که دروغ بود. خب آقای پوتین در قزاقستان هست و حضور اسد در مسکو اصلا دلیلی نداره و این درگیری که شروع شد درگیری خیلی پیچیده‌ای خواهد شد و درگیری خیلی عجیبی خواهد شد و دیگه به آتش بس منجر نمیشه. یا تروریست‌ها حلب رو میگیرن یا نیروهای متحد بسیج میشن و اینها رو عقب میرونن و دوباره ادلب رو کامل میگیرن و با این مسائل متوقف نمیشه. و من فکر نمی کنم دیگه اردوغان تهمونده اعتباری که در تهران و مسکو داشت رو اینجا برباد داد و کلاً فدای اومدن ترامپی کرد که معلوم نیست بعد از اومدنش چه خواهد شد، فدای آمریکایی کرد که تکلیف خودش در منطقه مشخص نیست، فدای رژیم صهیونیستی کرد که در غزه و در لبنان اون جنایت‌ها رو کرد، اون خباثت‌ها رو به خرج داده و در مجموع ریسکی کرد که پیامدش براش بسیار بسیار خطرناک خواهد بود. یعنی اگر شمشیر تیغش به سمت ترکیه بچرخه و برندگیش به اون سمت بره، ترکیه رو به شدت خواهد شکافت و اردوغان دیگه نخواهد تونست در سوریه بماند و ده ها هزار تروریست مسلح آوار میشن رو سرش و اگر فکر کرده که میتونه مداخله مستقیم آنچنانی کنه با نیرو هواییش بیاد با روسیه، سوریه و ایران اونجا به جنگ، اشتباه میکنه. در هر صورت برخی از دوستان میگفتن شاید ما نتونیم اونجوری نیرو امکانات ببریم، چون که حالا دولت‌های پزشکیان سیاستی داره با دولت مثلا وضعیت کشور فلان یا بهمانه. من اینا رو قبول به هر حال ندارم و معتقدم که سوریه همونجوری که در 15 سال پیش 1390 91 92 بعدش برای ما اهمیت داشت و ما اونجا صدها شهید دادیم و هزینه زیادی کردیم. حالا به نسبت ترکیه که ما هزینه‌ای نکردیم، شاید ما چیزی بوده 2% ترکیه هم هزینه نکردیم. ما در عراق و سوریه کلا 20 میلیارد دلار هزینه کردیم. ترکیه فقط در سوریه 300 400 میلیارد دلار هزینه کرد. در این 14 سال و ضرر هنگفتی کرد و ورشکسته شد. سوریه ترکیه رو ورشکست کرد، نابود کرد. ولی من حیث المجموع میخوام خدمتتون بگم که شاید اردوغان فکر میکرده نیروهای حزب الله در لبنان هستن، دارن با اسرائیل میجنگن، دیگه حزب اللهی اونجا حضور نداره، دیگه زینبیون و فاطمیون و ارزم به حضور شما حیدریون نیستن. ایران با مشکلات داخلی خودش دست پنجه نرم میکنه. روسیه در اوکراین درگیره، ارتش سوریه در چند جبهه درگیره و اسرائیل مدام داره بهش حمله میکنه و فرصتی تا به قول عربا طموحات خودش رو، اون طمع ورزی‌ها و اون اوهام خودش رو عملی کنه. ولی من به شما قول میدم اتفاق نخواهد افتاد و همون جوری که در اوج بحران سوریه و در اوج قدرت تروریست‌ها اونا شکست خوردن، این سری هم شکست خواهند خورد و دلایلش متقن و دلایلش زیاد و دلایلش اساسی هست و تروریستایی که اولا چند ملیتی هستن اومدن و به عنوان ارتش ترکیه دارن کشورگشایی میکنن، نه به عنوان تروریستای سوری. خواهش میکنن شما در تحلیلاتون اینو نگنجونید، دقت کنید و حواستون باشه و ما مراقبت کنید. اتفاقاتی روی خواهد داد و مسائلی پیش خواهد اومد و ما باید ببینیم که روسیه میخواد چه کار کنه و در تهران چه تصمیم گرفته خواهد شد، چه مسائلی پیش خواهد اومد. و من تا جایی که ما دیدم عرضم به حضور شما، تا جایی که به هر حال دیدم سخنگوی وزارت امور خارجه ما هم هشدار داده نسبت به فعال شدن گروه‌های تکفیری و حتی آقای سخنگو اومده توافق‌های موجود میان سه کشور ضامن روند آستانه رو
تشریح کرده که منطقه حومه حلب و ادلب جزو مناطق کاهش تنش محسوب میشوند و حمله گروه‌های تروریستی به این مناطق نقض فاحش توافقات روند آستانه است و دستاوردهای مثبت این روند را در معرض خطر جدی قرار میده و این نشون میده که چقدر ما در حماقت مسئولینمون که روی تعهد و پایبندی اردوغان حساب کرده بودیم. من یادم موقعی در عملیات محرم جنوب حلب آزاد شده بود و اون مناطق آزاد شده بودن، یه آتش بسی برقرار شد و بعدها بودن 6-7 ماه بعد 8 ماه بعد خود اردوغان آتش بس رو شکست و باز رفتن و با اردوغان توافق کردن و در مسکو البته روس‌ها متوافق کردن، ما توافق نکردیم. روس‌ها توافق کردن، سوریا هم خب به هر حال یه جوری آویزون روس‌ها بودن و ما هم وقتی دیدیم سوریا خودشون جوری گفتیم خب مال خودتونه، ما نیروهامون کشیدیم عقب آوردیم و رفتیم به سمت همین دیروزور و شهر قائم و اون مناطق که از داعش پس بگیریم و داعش رو تموم کنیم و تموم کردیم. ولی مشاهده میکنید که این اتفاق افتاد و در خواب خرگوشی آقایون در مسکو و دمشق و در با وجود هشدارهایی که وجود داشت، اصلا عینی موجود بود و اردوغان امتحان پس داده بود، دیدیم که اردوغان اومد و کار خودش کرد و منافق اعظم و تروریست بزرگ که من اینقدر در موردش میگفتم و خیلی شاید باورشون نمیشد، یعنی شاید هیچ کسی به اندازه من فوش اردوغان نده باشه در 15 سال و در مورد اون نفاقش به خاطر اخوانی بودنش نگفته باشه. علی ای حال ما روند جنگ رو پیگیری میکنیم و خدمت شما گزارش خواهیم داد و خب به هر حال برای کسایی که توی مناطق حضور داشتن، درگیر بودن، جنگیدن، یه خورده دردناک هست این مسئله. به هر حال اونجا حضور داشتن و تروریست ها خوشحالن فعلا، دارن با دمشون گردو میشکنن، با دمشون دارن هیاهو میکنن، دارن سر صدا میکنن و امیدوارن که به جایی برسن و به جایی کار کنن. ولی ارتش سوریه چیز کرده؟ ارتش سوریه در حال انتقال نیروهاش هست و همونجوری که گفتم لشکر 25 رو فرستاده، لشکرهای دیگه هم فرستاده و هواگرها دارن بمبارونشون میکنن و اتفاقاتی میفته تا ببینم خدا چی میخواد و شما هم چشم براب باشید و دوباره کانال اخبار سوریه خودش برگرده. و ما خیلی از این کانال های اینا رو من اصلا کلا ترک کرده بودم به خاطر دریوری که می نوشتن. دوباره دارم یکی عضوشون میشم و میرم و نگاه میکنم ببینم اینها چه روایتی دارن و چه مسئله‌ای دارن پیش میارن ارزم به حضور شما و چه موضوعیتی دارن این کارشون. انشالله اگر فرصتی شد و عمری باقی بود بیش از پیش در خدمتتون هستم و خدمتتون خواهم بود. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید، ممنونم از اینکه گزارش رو گوش کردید. تا گزارش بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.